اینو تماشا کنید. این هم از کتابخانه آوردم، به پول کسی آورده مونده بود. میدونید برای چی است؟ این یک مثال است. در این زمانه آدم نقاشی میکند. خب اینو من به خاطر بچه‌ام آوردم، چون که همین به زمانه یاد میگیرم که چطور همین فوندامنت یا که شروع شدن نقاشی چطور کنید، چی عکس پیدا میشه. بعد اینا با رنگ های گوناگون رنگ میکنیم، مثلا اکریل، مثلا رنگ آبناک کرده میشه که چی میگن، گواش هست. ببینید اینجا نوشته است کریس. ما میتونیم اینا مثل مهتاب کنیم که مسلمانی باشه، اما دیگه بچه ها دیگه یاد میدیم. از این طریق باید بچه های پیشرفت شدن کمک کنیم. همه بچه هم از سبین در دنیا آمدگیش که وندرکیند نمی باشد، باید یاد بدیم. چیزای خیلی جالب است. یعنی دیدید در کتابخانه خیلی چیزای جالب است، فرقش نیست زن یا مرد، بچه دار یا بی بچه. گاهی رفته باید در همجا بشینید، چیزای در کاری وقتتون گرفته بیایید.